ابوالفضل خودش به ما عزت گفت، تو کتکش زدی، کوبودش کردی، فوش دیدی، مداد لاینگوش گذاشتی، فلکش کردی. مگه تو رحم نداری؟ خب بری چی جور میکنی؟ به چه گناه داره؟ اون دنیای آخرت باید جواب بدی. خیلی خوب، اصلا به تو ربطی هم نداره. کردم که کردم، بزنم خوب کار کردم، تو هم بزنم. خیلی هم لاتم، خیلی هم باحالم. غلط کردی. تو چه کار میکنی؟ خیلی خوب، دستت درد نکنه. وقتی ظرفاتو میشستم، پوشک ابوالفضل رو عوض میکردم، یخ آز میشکستم، اون موقع که نون نداشته اشکره بخوری گوزه درخت میشکست، اون موقع که بزد قرود مسابیدم، التماس تریاک میکردی، اون موقع که بگم دنبال کنه ما موس موس میکردی، همه اینا رو بگم اون موقع که ما بودم اشکال نداشت. خیلی خوب، خیلی چیش سفیدی، چشاتو در میارم. فکر کردی که چی؟ خجالت نمیکشی؟ ما از خودم اختیار ندارم؟ فکر کردی ما بابا ننه ندارم؟ از پشت کو آمده بگه ننه قرود؟ یک دقیقه خفه رو تو ما نمیخی؟ تو ما رو گوسپیچ کردی، هی میگی میخی هی میگی نمیخی. ما دیگه نمیدونم با تو چی کار کنی. همیه یا نه؟ تو ما رو بیشتر از کاظم میخی نه؟ همیه دیگه. آخ اینا همه رو فهمید. خیلی خوب، بدنی وقتی که انگار یک حسی دارم وقتی تو رو میبینم، بدنی مخمخام میره، مجمجام میره، تو کونم عروسیه. تو اصلا اینا رو میفهمی؟ تو اصلا هیچی نمیفهمی. تو گاوی قد یک چوغاک حالید نیست، هیچی حالید نیستا. یعنی نه سمیرا او افت ترشیده رو ول کن، بچسب به تریاکای ما. تا کی آخه میخوای ما رو بجزدونی؟ خب بگو دیگه، ما منتظرم حرف بزن. بگو دیگه. خب به چی جور بکنی با ما؟ کویک ما چون بده. برو عقب، گم برو. خیلی خوب، اشکال نداره، ماچ نمیدی نده، ولی ما یک اشکنه درست میکنم قروت. امشب بیا خانه، یک منقل میذارم. این منقل اصلا بیشه هوای تو و مو هم با هم عوض میره. بی چی قصه بخوری؟ ها؟ اصلا اگه نمیخی خب میرم قل ساختمون. بی چی جور میکنی؟ آخه تو میدنی این پلخمون نقاط چوقا که دل ما رو زده. چرا اینا رو نمیفهمی؟ گاوی تو، گاوی دیگه، نمیفهمی، هم هیچی نمیفهمی. ما رو خسته کردی. هی ما مگم دوست دارم، هی ما درم به موس موس میکنم، هم تو هیچی نمیفهمی. خب خسته کردی ما رو دیگه. هی مگم ماچ بده یک لطفی بکن، فقط اون صدا تیپ ببر. تا کی ما باید خفه برم؟ تا کی دهن ما ببستم؟ هم خوشش آمده، هم حرف یاد گرفته. خب میدونی تو خیلی خوشگوزی، جلو باد کولرم میشینی، اصلا از تو چندش هم میره. اینو میفهمی؟ چندش یعنی چی؟ داشتم مثلا کونت گشاده. ما یک آدم نجیبیم ها. ما که مدنم تو تامون دو رفته، هرچی آتیش از گور و افریته بلند میره. خب خاک به سر و ابروهاشو برنمه داره، سیبیل داره. ما که مدنم تو هم مثل مویی، کونت مست، فراخی، دیسکو میری. فکر کردی نمیدونم شبا کجا میری؟ اصلا اینا به کنار، تو هم مثل خود ما لاتی. خب به چو جو میکنی؟ خب حالا اینا به کنار، اشکال نداره، ما گذشت میکنم، ولی تو بیا یک ماچم بده قربونش برو. سمیرا او چینگ سرخت جمع کن. خب بره چی؟ چون لبات بزرگه، دندونات گنده، فکت بزرگه، ولی افت تو قرمه سبزی میده. اینو میفهمی؟ والا تو اگه آدم بودی خب کاظم ولی نمیکرد که بچسبی به ما. اگه اون کاظم ولت کرده پس الان اینجا چیکار میکنی ها؟ بگو. خب از کاظم تو رو اصلا کاظم خالی بندی بود قضیهش. اون که تموم رفت تموم شد. ما الان حواسم به تویه. اگه اون که بود که ما مشکل نداشتم. خب اصلا جدای اونا به چی نمیفهمی؟ عباس اگه بفهمی جرت میده. تو او رو میخوای چی کار کنی؟ خب فکر رو کردی؟ نگاه کن دیگه داری ما رو سگ میکنی. خب اسم افت نیار، عاشقشم ماچشم مکنم، هر کار دلم بخه مکنم. اصلا بسوز، ما دوستش دارم. اصلا چندشم بشه. نه ای بابا، ما عاشقشم، او رو دوست دارم، ما با او زندگی کردم، اصلا باش حال میکنم. ولی تو چی؟ دهن گشاد، لبا بزرگ، موها بدرنگ. خب بعد گنده با چی کیف کنه؟ با چی تو زنده ما خوش کنم؟
سینه داره اندازه مشک، باحال، لبن، آبرودار، خانواده دار. ولی تو چی؟ یک کاظم که بدت کیده قضیه صادق هم بدنم، قضیه عباس هم بدنم، قضیه جعفر هم بدنم. اینا همه دروغه؟ چون بده ای بارو دیگه گم برو. دست از سرم برای تلفنم زنگ میزنی. بله بفرمایین. سلام ما پدرشم. چیکار کرده ابوالفضل؟ باز زده شیشه شکنده؟ ای بابا به چه آدم نمیره ای به چه؟ ای خدا چی کوی بخوره بالا. خیلی خوب باشه الان میام. همونجا باشین. کجا داری میری خوب؟ گم برو. ای سب کن باز داری صحبت بکنی؟ نگاه کن مدرم مرم. دست به گاز نمیزنی، دست به کبریت هم نمیزنی. خیلی خوب الان نرو. گم برو دیگه. خسته رفتم دیگه چقدر التماس کنم. ازت بدم میه، از تو بدم میه، از تو متنفر و بدم میه. ولم کن. دست از سرم بردار.